افتتاح نخستین کلاب پرورش اندام در ولسوالی دشت قلعه تخار. مسئولین مرکز ورزشی میگوید بر اساس پیشنهاد جوانان و همچنان حمایت و تشویق آنان به ورزش، این کلاب پرورش اندام و بدنسازی را به هزینه بیش از $40,000 آمریکایی ایجاد کرده است تا جوانان دشت قلعه بتوانند از ورزش پرورش اندام در این ولسوالی بهره مند شوند. با گفته وی همین اکنون با یک مرکز تمرینی مبارزات آزاد و پرورش اندام در خدمت جوانان قرار دارد. ورزش پیام‌آور صلح است در یک جامعه. ما یک ورزشکار هستم، به این افتخار میکنم. سایر جوانا کوشش کنن از این مکان مفید ورزشی استفاده درست بکنن. در همین حال باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف مخصوصاً ورزش استقبال نموده تاکید می‌کنند که علاقمندی جوانان در سالهای اخیر به ورزش بیشتر شده است. پیام ما به جوانان است که بیاین ورزش کنن، تشویق کنن تا شبه که قهرمانانی اینجا به وجود بیاید، مدال آورای به وجود بیاید که در دشت قلعه ما شما سبب افتخار شوند. سرمایه‌گذاری هنگفتی در اینجا انجام دادن این برای خانواده هم یک پیام و یک نوید خوش است و دیگر کسانی که میخواهند که صحتمند بوده باشند، از تکالیف مثل روح و روانی ها رنج میبرند، میتونن که بین در پرورش اندام تمرین بکنن تا باشد که جامعه ما آری از هر نوع مواد مخدر و غیره شود. از سوی هم شماری از ورزشکاران با استقبال از ایجاد کلاب پرورش اندام شیران در این ولسوالی میگویند پیش از این جوانان به خاطر ورزش پرورش اندام به شهر طالقان مرکز تخار می رفتند، اما با آغاز فعالیت این کلاب پرورش اندام مشکل جوانان دشت قلعه مرفوع گردیده است. 4 سال میشه تقریبا در مرکز میریم، تمرینات ما در مرکز میکردیم. بسیار خوشحالی است که ما در اینجا پیش خانه ایمان است، در ولسوالی ایمان است، در اینجا تمرین میکنیم. این کلاب ما افتتاح شده است، یعنی شکر هزار بار خدا را شکر ما دمی نزدیک خانه است، یعنی ما میتونیم مثلا راحت بیایم ورزش خود بکنیم، به مراد مقصد ما برسیم. دشت قلعه از جمله ولسوالی های ورزش دوست تخار به حساب می رود که اکثریت جوانان آن به ورزش فوتبال، والیبال، ورزش های رزمی و پرورش اندام علاقمند هستند که آنان در مسابقات داخلی و خارجی در کنار سایر ورزشکاران تخار افتخار و امتیازات خوبی به دست آوردند. اسدالله زمرای، رادیو تلویزیونی ملی تخار.